ساعت 12 شب 23 ینور سال 2024 ساعت 00:09 دقیقه در مرز قرقیزستان و خیتای با ولایت شینجون چین زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 7 بال به عمل آمد. بنا به اطلاع خدمات گیولوژی امریکا، مرکز زمین لرزه در فاصله 129 کیلومتر در شهر آیکول ولایت شینجون 264 کیلومتری از الماتا جلوگیر شده بود. مرکز زلزله نگاری وزارت رتبه فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در حوزه اقصوی ولایت شینجون در فاصله 862 کیلومتر در سمت جنوب و شرقی تاشکند جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 15 کیلومتر لرزیده است. تقریبا بعد نیم ساعت زمین لرزه اول پی هم چندین پس لرزه آن با شدت 5.5 بال نیز به عمل آمده است، ولی ساکنان را از همه بیشتر اقتدار زمین لرزه یکم ترساند. شدت آن در الماتا 5 بال، در بشکک 4.5 بال و در تاشکند 3 بال را تشکیل داد. بنا به خبرها به ویژه در الماتا ساکنان را سخت ترسانیده است. بسیاری از ساکنان پایتخت جنوبی قزاقستان خانه‌های خود را ترک کرده با وجود 13 درجه سردی شب را در کوچه ها روز کردند. وزارت تندرستی خبر داد که 3 ساکن الماتا حتی از قبط‌های دوم و سوم بنا خود را به زمین پرتافته جراحت برداشتند. همین طور در راه‌های برآمد از الماتا به ویژه در اطراف نقطه‌های فروش سوزشواری تنبه به وجود آمده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داد که در پی زمین لرزه دست کم 44 نفر برای کمک به طبیبان مراجعت کردند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیبیگوف خبر داد که در این کشور یگان ضرر و تلفات ثبت نشده است. مقامات ازبکستان نیز عین خبر را دادند. کارگردان شناخته تاجیک برزو عبدالرزاقوف که در الماتا کار و زندگی میکند در فیسبوک تصاویراتش از زمین لرزه شبانه را چنین به قلم داده است: الماتا میلرزد. حتی در تاجیکستان زلزله خیز من چنین زمین جنبی سخت را احساس نکرده بودم.